یه جنگ درست وسط قلب اروپا، جنگی که همه دنیا رو شوکه کرد و هنوزم ادامه داره. امروز میخوایم بریم سراغ رازهای پنهان جنگ اوکراین، از اولین شلیک‌ها تا نقش آمریکا و ناتو و سرنوشت مردمی که تو این درگیری گیر افتادن. داستان از کجا شروع شد؟ اگه بخوایم ریشه هاشو در بیاریم باید برگردیم به سال 2014 وقتی که تو کیف انقلاب شد و رئیس جمهور وقت اوکراین که طرفدار روسیه بود از کشور فرار کرد. همون موقع شبه جزیره کریمه رو هم روسیه گرفت و اوضاع داغون شد. اما چرا جنگ اصلی تو سال 2022 شروع شد؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که نمیخواد اوکراین به ناتو ملحق بشه، چون اگر این اتفاق میافتاد پایگاه‌های نظامی غربی به مرزهای روسیه باز میشد. یه سند محرمانه هم اخیراً لو رفته بود که گفته بودن اگه این جنگ طولانی بشه قراره یه حادثه ساختگی بزرگ دنیا را تکون بده. یه عملیات خاص که هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه و سرنوشت کل ماجرا رو عوض میکنه. حدس میزنی چی بوده؟ حواست باشه چون آخر ویدیو قراره برم سراغش. 24 فوریه 2022 پوتین دستور حمله رو صادر کرد. تانک‌ها، موشک‌ها و نیروهای ویژه وارد خاک اوکراین شدند. روسیه از چند جبهه به ویژه از شرق، شمال و جنوب حمله کرد. شهرهای بزرگ مثل کیف، خارکیف و ماریوپول زیر آتیش توپخانه و موشک بود. اولش همه فکر می‌کردن اوکراین تو چند روز سقوط میکنه، ولی هیچ کس انتظار مقاومت این شکلی رو نداشت. ولادیمیر زلنسکی، کمدین سابق و رئیس جمهور فعلی اوکراین، جلوی دوربین اومد و گفت من اینجام، فرار نمی‌کنم. همین جمله تبدیل شد به نماد مقاومت اوکراینی‌ها. تو این جنگ پای آمریکا و اروپا هم به میون اومد. اونا با کمک‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی و تحریم‌های شدید روسیه رو زیر فشار گذاشتن. پهپادهای ترک و موشک‌های جاولین آمریکایی حسابی روس‌ها رو اذیت کردند. یه نکته رو جالبه بدونی. تو این جنگ برای اولین بار پهپادهای ترکیه‌ای به نام بایراکتار یا همون بیرقدار اونقدر غوغا کردن که حتی آهنگ مخصوص هم براش ساخته شد. До нас в Україну форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. این پهپادها تونستن جلوی پیشروی خیلی از نیروهای روس رو بگیرن. اما چرا این جنگ تموم نمیشه؟ چون برای هر دو طرف این یه جنگ حیثیتیه. روسیه نمیخواد ببازه و غرب هم نمیذاره اوکراین سقوط کنه. تازه پای چین و ایران و ترکیه هم وسط اومده و این ماجرا رو به یه جنگ نیابتی جهانی تبدیل کرده. این جنگ فقط رو زمین نبود. روسیه از سلاح انرژی هم استفاده کرد. صادرات گاز به اروپا رو کم کرد و قیمت‌ها سر به فلک کشید. زمستون 2022 یکی از سردترین زمستونای اروپا از نظر سیاسی و اقتصادی بود. تو این مدت بیش از 20 نشست بین‌المللی برگزار شد. سران ناتو، آمریکا، چین، ایران و ترکیه هر کدوم موضع خودشونو داشتن. این جنگ یه نبرد ژئوپلیتیک تمام عیار بود. هزاران غیر نظامی کشته و زخمی شدند. میلیون‌ها نفر آواره شدند و تصویرهایی ثبت شد که تاریخ فراموششون نمی‌کنه. بچه‌های کوچیکی که تو پناهگاه‌ها به دنیا اومدن. مادرها و پدرها که خونه و زندگیشون رو ول کردن و به مرز لهستان و مجارستان فرار کردن. همه اینا یه بخش کوچیک از واقعیت این جنگه. شهرهای معروف مثل ماریوپول و باخموت تقریباً با خاک یکسان شدن. اما مردم هنوز دارن می جنگن. هم با دشمن، هم با بیخانمانی و هم با سرمای وحشی زمستون. جالبه بدونی ارتش اوکراین هر روز تاکتیک‌های جدید میزنه و با کمک اطلاعات ماهواره‌ای و هوش مصنوعی جلوی روسیه ایستاده.
حتی پهپادهای دستساز رو هم دارن از خونه ها میفرستن جبهه. حالا سوال بزرگ اینجاست: آیا این جنگ به جنگ جهانی سوم ختم میشه یا بالاخره یه روز صلح میاد؟ هیچ کس دقیق نمیدونه. اما اگه دوست داری بدونی نظر کارشناس ها درباره جنگ جهانی سوم، آینده روسیه و اوکراین و حتی سرنوشت آمریکا چیه، تو کانال یه ویدیو گذاشتم که توش یه نظرسنجی مهم بین استراتژیست های جهانی برگزار شده. حتما ببینش، چون چیزهایی توش گفته شده که ممکن آینده کل دنیا رو تغییر بده. همه از صمیم قلب امیدواریم دنیا یه روز بدون جنگ باشه. یه روز که هیچ مادری بچه‌شو تو پناهگاه به دنیا نیاره و هیچ خونه‌ای رو موشک خراب نکنه. راستی اون ماجرای سند محرمانه چی شد؟ اون سند چی میگفت؟ میگفت در صورت طولانی شدن جنگ یه حادثه ساختگی دنیا رو متحول میکنه و چند ماه بعد تو سپتامبر 2022 خط لوله گاز نورد استریم منفجر شد. یه عملیات خرابکاری حرفه‌ای تو عمق دریا. هیچ کس مسئولیتش رو قبول نکرد. بعضی میگن کار آمریکا بوده، بعضی میگن اوکراین و یه سری هم روسیه رو متهم کردن. ولی تا الان هیچ مدرک قطعی وجود نداره و این ماجرا به یکی از مرموزترین پرونده‌های قرن تبدیل شده. شاید این تازه اولش و اتفاقات ساختگی دیگه‌ای هم تو راه باشه. اتفاقاتی که میتونه دنیا رو به سمت یه جنگ جهانی واقعی ببره. الان هم که داری این ویدیو رو میبینی، جنگ هنوز ادامه داره. هر دو طرف آسیب دیدن و مذاکرات صلح بارها شکست خورده. حالا تو چی فکر میکنی؟ آیا حق با اوکراینه یا حق با روسیه است؟ ممنون میشم نظر تو همین الان تو کامنت ها برامون بنویسی. ویدیوهای بعدی میبینمت.